سلام دوستای عزیز، به کانال من خوش آمدید و امیدوار هستم که در هر جای از دنیا هستین خوش و خرم باشید. امروز آموزش یک کیک بسیار خوشمزه را 200 گرم کره یا مسکه، 2 قاشق چایخوری وانیل، 3 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 4 دسیلیتر شکر، 5 دسیلیتر آرد، 1 دسیلیتر شیر، 6 عدد تخم مرغ و 1 گرم زعفران. در ابتدا 200 گرم کره یا همون مسکه را داخل یک ظرف میگذاریم که آب شود. بعد از اینکه این کره آب شد، در آن شیر و زعفران را اضافه میکنیم. و همگی این مواد را با هم خوب حل میکنیم که با هم دیگه حل شود. و در یک ظرف دیگه 5 دسیلیتر آرد که داشتیم علک میکنیم. و 3 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 2 قاشق وانیلی سکر که داشتیم را اضافه میکنیم و خوب همه مواد خشک با هم میکس میکنیم. 1 دسیلیتر شیری که داشتیم او را هم به مواد زعفران و 6 عدد تخم مرغ را که داشتیم همراه 4 دسیلیتر شکر خوب میکس میکنیم تا کرم و کشدار شود. مواد لازم تا جایی میکس میکنیم و که خوب حالت کرمی شود. مایه زعفرانی را به مواد اضافه میکنیم. مواد را خوب با هم میکس میکنیم که یک مایه یک دست به وجود بیاید. همونطوری که میبینید دوستای عزیز، آرد را کم کم به مایه‌ای که داشتیم اضافه میکنیم و همراه دور کند همزن میکس میکنیم تا کاملا یک مایه یک دست و روانی به وجود بیاید. ظرف‌های مخصوصی را که برای پختن کیک آماده کرده بودیم با کره کاملا چرب میکنیم تا مایه به ظرف نچسبه. و بعد از اینکه ظرف‌ها را کاملا چرب کردیم، مواد را که از قبل آماده کردیم به ظرف‌ها میریزیم. و دوستایی که دوست دارن که کیکشان کشمش داشته باشن میتونن از کشمش در این کیک استفاده کنن که بسیار به نظر من بسیار مزه‌دار میشه. زمان پخت کیک در درجه 175 درجه 40 دقیقه. امیدوارم که از این کیک که درست کنید و لذت ببرین کنار فامیل عزیزتون. خیلی خوشمزه است.